امشب مرا با من بمان امشب مرا با من بمان ای چی به قموز تو خشرو شدی؟ کرتاد نوی خشرو بروک هم نوی خشرو هر جمول بسه چرک تکشیدیه هم تابوی میکرد که بنیام از سخته میگرفت اگره یارو نو خریدم آخی زی بیدایتا رحمت ای همه رامون چی بدینا بچه ها کشولا کده برده استبدن تا؟ آخی آبازی برده استبدن ما سرشوی سرشوی؟ ها ای آبازی چیزی زور بده یا دیگه ایش پس هر سال آبازی میکنم هر سال آبازی میکنی؟ ها توبه برای همه که سرت خشته یالت کدسته استر تا بچه خیلی صبح نوشتن؟ سامون خط نشوشتن شامپون خطی شوشتن با شامپون؟ ها با نام شامپوناشونو نمیدونی؟ میدونم چیه؟ یا تش فری یا تش رخ سلام و علیکم بر سلام بچه ها سوزید چینجین سلامتیتون خوبه؟ رحمان مالک خوب چی نوز میشین؟ من مربی نوی شما معلم ورزش اوید با بوکس چمپیون سکرتاینا در تمام جهان زینالدین فخردین شما همتون میدونین که ورزش با سلامتی آدم چقدر فایده دارد فایده کلان دارد فهمیدین وقتی که آدم جسمان انکشاف می‌یابد معاینه سرش هم انکشاف می‌یابد وقتی که معاینه سر انکشاف یافت آدم با سواد می‌شود با فرهنگ می‌شود با مدنیت می‌شود دانا می‌شود بعد زور می‌شود تمام جهان می‌شناسش ای پشت چی ای پشت ورزش ای پشت صنعت فرهنگ ای پشت دانگیش بچه‌ها مقصد از ساختن ساختمان‌های ورزشی اینقدر تالارهای ورزشی میدانچه‌های ورزشی برای آن بود که همه جوانای ما انکشاف بیابند همه وقت با ورزش مشغول شوند از کارهای بیهوده دستکشی کنند با ورزش مشغول شوند چنانکه گفتند ورزش گرد سلامتی است تو چی بود لباسای ورزشی نداری؟ معلم جان آخی فرمی ورزشی ندارم او خیلی ندارم خیلی نمیشود ندارم درس دیگه با لباسای ورزشی بینم معلم جان اتای ما سلامتون گفت دختر جان اتای چی کارای؟ اتای ما کارکنی گایی بده بازرسی دولتی اتومبیلی کارگر زور بوده نکی اتای زندگی چی خیلی باید زندگی من معلم اتام سهر ای خونه دستی خالی میبرویه شب دستی پر میدرویه معلم زندگی من ایری میلیون ای زور بوده کو سلامت باشه سلامش بگو اتای تی چی نگو؟ اتای من چی نگفتن اتای تی چی کارا بود؟ اتای من لیسنزیا کار میکنم معلم جان اتای تا هم زور بوده کو کرور همین گاهی قطعیاتش خیلی زور بوده زندگی چی خیلی باید زندگی معلم جان اگر زندگی برای ایری میلیون باشه زندگی ما ایری 2 میلیون ای اتاری که باشه سلامش بگو اینومی زینالدین فخردین معلم ورزش سکرتر چمپیون بگو فهمیدی؟ معلم خندو تبزه اتای چی کاره؟ اتای ما تاکسیسته؟ زندگی چی خیلی زندگی؟ معلم جان اگر اتای هر دیامین باشن زندگی ما ایروی 3 میلیون میشه جهانی آرزویم را تمامی آبرویم را دلم را اختیارم را برایت هدیه کردم خنده هایت کجا شد ناله هایت کجا شد مگر دل سنگینت با دیگر آشنا شد
ای یار دل آزارم من هم عاشقی زارم ای یار دل آزارم من هم عاشقی زارم هر درده که تو داری او دردم هم دارم هر درده که تو داری او دردم هم دارم دارم مرا دیگر نمیابی مرا دیگر نمیابی انا گلدونارا الهام رودا قدم قربونا یورا برنامه کدیم تمام خچیره اشنو تمام شد انا که باید اشنو دیگه مونده هم قراقموش نمیکم نمیوم ایمودم جوب نمیتنه بام خشون از ویزده میگیرن که بیزور کدیان من عربشو کمپانیا یورا بگم که هم قپرسمات بسیار میشوه آخه من باید همین عربشو کمپانیا رو ویزیت کم باتم یا باید برنامه من اشتو کنم خشون کی میگیرن بو آی با غیبت قریبه انا سادی انا منیجه عرب شو فخردین که جو بوشا یا ما عبدالرحمونی حکیم زاد ژورنالیست حافظ چی دای با حافظ دیگه میکنه ای بیو بریم که هم قسم اولوی بمعنی میترکی رفت سلام علیکم اپای منیجه که سادی سلام علیکم سلام علیکم نغزین یه بوار که بزرگ من کاری کجای نمیره مای پیش من میروی و دیگه ستاره نیست که وایور رکلام کنه نخی او نیسته دوخی ما هم چند روز بیزار شدیم ای کفتشم برا میگه رکلام منه کنی او خوش مود در یوتیوب جوی اول رفته سینکو گفتین کو در یک برنامه کلیپتون گفتین کو کدام روز بوناورهای قربان جان عرب شو یوتیوب میکفونه که شما یوتیوب کفونه نپای منیجا اکای سادی باور کنید اکا جان تیز گاوزنه من وقت ندارم کار رفته سموخی خوب شده اپای منیجا اکای سادی یک سوالک دارم تمام مال ایشمو سر کنم که اپای منیجا نه من منیجا اپای منیجا یک سوال او دیگه میتم من میدونم که شما اکای سادی را دوست میدارین عاشق اکای سادی هستین شما بیشتر اکای سادی را دوست میدارین یا که اونها ماشین لکسوسه البته سادی را عجیب اگه برای چینه ماشین لکسوس $20,000 نیمو سادی را برای چی که من ماشین لکس خدمت